سلام و درود به دوستان ردکوینی من. خیلی خوش اومدین به یه پرونده جنایی دیگه. پرونده امروز در مورد یک کمپین خیلی ترسناک و خیلی آزاردهنده است. اگه مشتاقین بدونین که تو این کمپین چه اتفاقات خطرناک و وحشتناکی میفته، تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. وارد یه بعد از ظهر 6 می 2008 میشیم. مردی 54 ساله به اسم ریکی ویلیامز کنار یک رودخانه ایستاده بود. ریکی خیلی امیدوار بود که امروز بتونه صید موفقی داشته باشه و یه قزلالا صید کنه. قزلالا. اما تا به الان نیم ساعتی میشد که اونجا وایساده بود و هیچ ماهی صید نکرده بود. البته خیلی هم براش مهم نبود که حتما این ماهیه رو صید بکنه، چون خیلی عاشق ماهیگیری بود و اگه ساعت‌ها اونجا وای میساد براش اهمیتی نداشت. اما امروز یه فرقی داشت. خودش و سگش که همراهش برده بود امروز خیلی گرسنه و نهایت غذایی که براشون مونده تا شبه، یعنی امشب غذا دارن ولی برای صبحانه دیگه هیچ غذایی نداره. اسم نهری که ریکی داشت تو اون ماهیگیری میکرد اسمش نهر دلگیره. علیرغم اسم دارک و تاریکی که داشت، یک نهر بسیار زیبا بالای کوه در مسیر رودخانه آپالاچی بود. یک مسیر خیلی معروف به متراژ 2200 متر که از سواحل شرقی ایالات متحده از بالا تا پایین کشیده شده بود. حالا چرا این موضوع آپالاچی اینقدر مهمه توی داستان ما و چه ربطی به پرونده امروز ما داره؟ به دلیل اینکه کسایی که تو آپالاچی رفت و آمد میکنن تقریبا هر روز یک کدی به این افراد داده میشه. معمولا کسایی که تو آپالاچی رفت و آمد میکنن اکثرا کوهنوردن و کوهنوردا یک کد دارن که اگر یک موقعی براشون اتفاقی بیفته بتونن اونا رو از روی کد شناسایی کنن. یک سری از این کوهنوردا مأمور هستن که توی این کوه باشن، کوهنوردی کنن و به کسایی که اونجا برای تفریح میرن کوهنوردی یا هر دلیل دیگه‌ای، چون حتی میتونن اونجا کمپ بزنن، تمام اونا یک کدی دارن که اگر اتفاقی برای یک کوهنورد دیگه و برای کسی دیگه افتاد بتونن به اونا کمک کنن. ریکی پرونده ما کاملا به این موضوع کدا آگاه بود و امیدوار بود که اگر گشنه موند و ماهی صید نکرد یکی از این کوهنوردا به پوستش بخوره و بتونه بهش کمک کنه و غذا بده. یه نیم ساعت دیگه میگذره و نه اون میتونه ماهی صید کنه و هیچ کوهنوردی هم اون پایین نمیاد که بتونه ریکی رو ببینه و بهش غذا بده. اما چند دقیقه بعد اون 2 تا نیم ساعت میگذره، یعنی 1 ساعتی گذشته، یه چند دقیقه هم روش بذارید، یک دفعه سگ ریکی کنارش نشسته بود بلند میشه و غرغر میکنه و یه حالت انگار ترسیده باشه میگیره به خودش. و اگه توجه کرده باشین اونایی که سگ دارن بهتر میدونن وقتی سگو میترسن، وقتی از جاشون بلند میشن یه ذره اینور اونور میرن، اول به یه جا خیره میشن و خودشونو یکم اونجایی که هستن اینور و اونور و عقب و چپ و راست میرن. اما وقتی ریکی سعی کرد که سگشو آروم کنه، یک صدایی توی جنگل پشت درختا به گوشش میرسه که انگار یک نفری داره توی درختا تو اون جنگل حرکت میکنه و دقیقاً داره به سمت اینا میاد، چون هر لحظه که میگذره صدا به اینا نزدیکتر میشه. از یه طرف هیجان زده شده بود که خدا رو شکر یکی اومده به کمکش برسه، میتونه ازش کمک بگیره. از یه طرف هم به هر حال ترس داشت. این ترسی هم که داشت به چند دلیل بود. به هر حال ریکی یک مرد مسن و ضعیف بود و یه مدتی میشد که غذا کم خورده بود، گشنش بود و از نظر جسمی هم به هر حال ضعیف شده بود و در نهایت ریکی خودش نمیتونست برای کس دیگه یه تهدید باشه. اونجا مکان امنی بود، اما در چند دهه گذشته یک سری اتفاقات خیلی ترسناک و یک سری قتل‌ها اونجا اتفاق افتاده بود و این قتل‌ها توی منطقه اتفاق افتاده بود که دقیقاً 2 مایلی اون کمپی بود که ریکی و سگش اونجا داشتن زندگی میکردن. تقریبا میشه گفت هولوش 2 تا 3 هفته ریکی با سگش اونجا کمپ زده بود و اون قسمت خطرناکی که قتل اتفاق میافتاد دقیقاً 2 مایلی ریکی بود. این موضوع رو یه مقدار ترسناک میکرد و باعث میشد که ریکی از این بابت هم ترس داشته باشه. قاتلی که اونجا کار قتل رو انجام داده بود به اسم راندر لی اسمیت بوده که 2 تا کوهنورد رو با چاقو و شلیک گلوله کشته بود. حالا تا اینجا این موضوع رو نگه دارید. ریکی با خودش فکر کرده بود که من الان در ضعیف‌ترین حالت ممکن جسمی هستم و این مکانی که قتل اونجا صورت گرفته خیلی نزدیک به کمپشه و به این خاطر گوشاشو خیلی تیز کرد تا بتونه بشنوه که کی یا چه چیزی داره به این نزدیک میشه. که یک دفعه یک مرد 30 ساله از پشت درختا دیده میشه و این دوتا چش تو چشم هم میشن. بلافاصله بعد چند لحظه اون مرد 30 ساله به
ریکی یه لبخندی میزنه، یه پوزخندی میزنه و میگه هی سلام چطوری؟ به محض اینکه تو چشای اون مرد نگاه کرد احساس کرد که نمیتونه خطر یا تهدیدی براش باشه و اون مرد خودشو اسکات جانسون معرفی کرد و به ریکی گفت که در واقع با یکی از دوستاش اینجا کمپ زده و برای همین اینجا هست و مثل ریکی هم داشته تقریبا یک مقدار بالاتر از این دریاچه داشته ماهیگیری میکرده. ریکی هم بلافاصله برمیگرده بهش میگه خیلی خوشحالم از آشناییتون، عذر میخوام ببخشید مقداری غذا دارید که به من بدید، من خیلی گشنمه. اسکات هم سری توی کیفشو گشت و 2 نوشیدنی انرژیزا با یه مقدار چیپس در آورد و بهش داد و مقداری هم از اون ماهی که تونسته بود صید بکنه رو به ریکی میده تا بتونه ریکی به کمپش ادامه بده. یه چند ساعتی با هم دیگه کنار رودخونه میشینن و شروع میکنن به ماهیگیری. بعد مدتی ماهیای قزلالا شروع میکنن به نوک زدن و گاز گرفتن تومه و اونا میتونن ماهی صید کنن و بالاخره اونجا کلی ماهی میگیرن. البته بچه‌ها بیشتر ماهی‌ها رو اسکات گرفته بوده و گردش اون روز برای ریکی خیلی خوشایند میشه چون که بعد اینکه ماهیگیریشون تموم میشه اسکات ازش میخواد که به کمپ اونا ملحق بشه و با هم دیگه شبو بگذرونن. اسکات بهش میگه که خیلی خوشحال میشم اگه به کمپ ما بیای که من با یکی از دوستام هستم و امشب با هم دیگه یه شامی بخوریم. و خب دیگه ریکی هم که غذای خیلی زیادی نداشت این دعوت خیلی بجا بود و ریکی هم برمیگرده به اسکات میگه بله البته خیلی هم خوشحال میشم. دم غروب بود و اونا ماهیگیریشون تموم شده بود. ریکی هم یه مقدار وسایلش رو جمع میکنه و با اسکات به راه میافته. وقتی وارد جنگل میشن نخ قلاب اسکات به یکی از این درخت‌ها گیر میکنه. داشته سعی میکرده این نخ قلابش از بالای درخت‌ها بکنه بیاد بیرون ولی نمیتونه. ریکی بهش میگه میخوای بیام کمکت کنم؟ اسکات برمیگرده میگه نه اصلا مهم نیستش، تو به راهت ادامه بده چون نزدیک هستیم، میتونی بعد این درخت‌ها وارد کمپ ما بشی. منم خودم اینو حلش میکنم و پشت سرت میام، نگران نباش، تو فقط این همین راهو مستقیم برو. ریکی از بین درخت‌ها خارج میشه و به محوطه بازی میرسه، همون جایی که کمپ اسکات و دوستش بوده. بلافاصله چشمای ریکی میفته به یه مرد قوی هیکل و گنده که اونجا وایستاده بود که دقیقاً 2 برابر اسکات و 4 برابر ریکی هیکل داشت. دید این مرد قوی هیکل به سمت یه آتیشی خم شد و داره با آتیش بازی میکنه، یعنی یه جورایی داشت آتیش روشن میکرد یا آتیشو گرم نگه میداشت. همونجا بلافاصله اسکات هم از پشت میرسه به ریکی و دستشو میذاره رو شونه ریکی. اون مرد قوی هیکل کم کم متوجه شده بود که هوا داره تاریک میشه و اونام وسط ناکجا آبادن. به محض اینکه یه چیزی رو حس میکنه سرشو برمیگردونه. وقتی سرشو برمیگردونه متوجه میشه این اسکات نیست، یه مردی که اونجا وایساده. بلافاصله یه چوبی از روی زمین برمیداره و با یه حالت تهدیدآمیزی به ریکی نگاه میکنه، یعنی اینکه تو کی هستی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ ریکی هم که اون لحظه جا خورده بود از هیکل این مرد خیلی ترسیده بود، یک دفعه دستاشو میبره بالا و برمیگرده میگه خیلی متاسفم اسکات منو به اینجا فرستاده، ببخشید نمیدونم کار درستی کردم یا نه. که همون لحظه اسکات میرسه پشت سر ریکی و دستشو اینجوری میزنه پشت سر ریکی و روشونه‌هاشو برمیگرده میگه اصلا نترس، نگران نباش، این شان دوست منه. شان همون مرد قوی هیکل گنده بود. حتی شانم به نظر میرسید با اون قد و قامت و هیکلش خیلی ترسیده و انگار اسکات یه جورایی براش حالت نگهبان داره، چون به محض اینکه اسکاتو دید خیلی آروم شد و خیالش راحت شد و انگار به نظر میرسید این چند ساعتی که اسکات اینو ول کرده رفته شرایط خیلی براش ترسناک بوده. وقتی اسکاتو میبینه چوبشو میندازه پایین و خیلی مستقیم با یه حالت غضبناکی به ریکی نگاه میکنه و ریکی هم احساس میکنه که شان از حضور اونجا که اسکات خواسته ازش بیاد و به اینا ملحق بشه همچین راضی نیست و در اصل اسکات دلیل حضور ریکی توی اون کمپه. ریکی هم اینجا احساس ناراحتی میکنه، خیلی معذب میشه. همون لحظه اسکات ریکی رو هلش میده به سمت آتیش که اونجا صندلی و چوب بوده، میگه بشین همینجا کنار ما. اسکات به سمت شان میره و همه مایعی که صید کرده بود و بهش تحویل میده. بعد اسکات از اینا دور میشه و به سمت ماشینشون که تقریبا نزدیک اونا پارک شده بود حرکت میکنه. وقتی به جیپش میرسه اول موزیکش رو روشن میکنه و صداش هم خیلی زیاد میکنه. موزیکی که پلی میکنه موزیک کانتری بوده. کانتری یک موزیک محلی آمریکایی بود. تقریبا میتونم بگم یک ملودی شادی داره. به محض اینکه
ریکی این موسیقی رو شنید انگار که یه احساس ناخوشایندی بهش دست داد و انگار به نظر میرسید اذیت شده، چون اون اصلا دلیل این که اومده بود توی جنگل و اونجا کمپ زده بود به این خاطر بود که وارد طبیعت بشه و از اینجور چیزا دور بشه، از سر و صدا، هیاهو. و این اعتقادو داشت و با خودش فکر میکرد که توی یه همچین طبیعتی یک موسیقی کانتری پخش بشه این یه بی‌احترامی به طبیعت، یعنی اینکه در از آرامش طبیعت رو از بین میبره و یه جورایی نمیتونست با فضای کمپ این دوتا مرد ارتباط خوشایندی برقرار کنه. انگار که اونا یه حالت زورگویی و رفتار پرخاشگرانه‌ای دارن. به نظر البته ریکی اینجوری میرسید، اما بازم ریکی صحبتی نکرد و حرفی بهشون نزد و سعی داشت خودش رو سیر کنه و خیلی سریع اونجا رو ترک کنه، چون هم خودش و هم سگش خیلی خیلی گشنه بودن. اسکات از سمت ماشینش برمیگرده، میشینه کنارشان و یه چاقویی رو میده دستشان. دو تا چاقو دستشون بوده، این چاقو رو اینجوری هم به هم میزدن و میخواستن شروع کنن که ماهی‌ها رو تمیز کنن برای پختن و خوردن. همینطور هم که اینا داشتن چاقوهاشون رو تیز میکردن و ماهی‌ها رو تمیز میکردن، ریکی همینجوری زل زده بود و به دست اینا اون چاقوهاشون نگاه میکرد و بعد شروع کرد خیلی مؤدبانه ازشون پرسید میشه یه چاقو به منم بدید که بتونم بهتون کمک کنم؟ اسکات هم گفت نه نگران نباش، خودمون همه چیزو حل میکنیم. ریکی هم با استرس و عصبانیت سر جاش نشسته بود و فقط مجبور بود که به اونا نگاه کنه و در نهایت کارشون تموم شد. استخونای ماهی رو در آوردن و چاقوهاشون رو گذاشتن کنار و شروع به پختن ماهی‌ها کردن و یه مقدار فضا بهتر شد برای ریکی. ریکی گهگاهی یه صحبتی میکرد، یه حرفی مینداخت تا بتونه اون عصبانیتش رو مخفی کنه، نذاره اینو بفهمن این عصبانی یا استرس داره و شروع کرد برای این دوتا مرد تعریف کردن که چقدر مسیر آپالاچی رو دوست داره و چجوری و به چه شکلی این 3 هفته رو با سگش تو اینجا کمپ زده و گذرونده. ریکی به اون 2 نفر گفتش که من کلاً از این که تو طبیعت بمونم و زندگی کنم خیلی بیشتر از این دوست دارم که توی خونه باشم و حتی به اسکات و شان گفتش که من گهگاهی وقتی که میام طبیعت برای خودم اونجا مدیتیشن میکنم، دعا میکنم و یک سری مراسم برای خودم میگیرم و یک چیزایی رو میخونم که سعی میکنم خودم رو با مادر طبیعت همگام کنم. اما همینطور که ریکی داشت در مورد خودش به اسکات و شان توضیح میداد، متوجه شد که اسکات و شان حواسشون به حرفای ریکی هست و گهگاهی هم یه سری به عنوان تایید اون حرفای ریکی تکون میدن. اما توجه و نگاه کردن اسکات و شان به ریکی این حس رو به ریکی میداد که انگار که مثلا اونا یه آدم عجیب غریبی دیدن و دارن یه سری چیزای عجیب غریب ازش میشنون. ریکی احساس کرد انگار برای اینا عجیب غریب میاد و این حس به ریکی منتقل شد که انگار اینا هم به زور نگهش داشتن هم از وجودش ناراضی‌ان. ریکی از این وضعیت خیلی خجالت کشید. خوشبختانه تو همین افکار بود ریکی که کار ماهیام تموم شد و اون 2 مرد توی سکوت نشستن به خوردن ماهی‌ها. کلاً همه این اتفاقات تا اینجا تا ساعت 8 غروب طول میکشه و اینا غذاشون 8 شب دیگه تموم میشه خوردنش. هوام دیگه خیلی تاریک شد و ریکی تو همون لحظه تصمیم به رفتن میگیره. ریکی بعد اینکه غذاش تموم میشه بلافاصله بلند میشه، از اسکات و شان تشکر میکنه، سپاسگزاری میکنه از اینکه بهش غذا دادن و به سمت کمپش توی جنگل راه میفته. اتفاقات جالب و وحشتناک دقیقاً از همینجا شروع میشه. ریکی و سگش یه 10-15 فوتی از کمپ محل اسکات و شان دور شده بودن که یک دفعه برمیگرده ریکی و یک دفعه یک صدای مهیبی پیش میاد. این داستانو تا همینجا نگه دارید، برسیم به جایی که یک کلبه‌ای توی جنگل بوده و 2 خانم اونجا توش زندگی میکنن تو مسیر همون آپالاچی. حدود نیم ساعت بعد از اینکه این صدای مهیب میپیشه توی اون جنگل، 4 مایل دورتر از کمپ اسکات و شان 2 خانم توی کلبهشون نشسته بودن داشتن شامشون رو میخوردن که ناگهان یک نفر انگار پشت در خونه اینا به صورت خیلی وحشتناکی داره به در میکوبه. زنو خیلی
نگران میشن که این کیه که اینجوری داره درو میکوبه. ترس برشون میداره. اول نمیدونستن درو باز کنن یا باز نکنن. هوا تاریک شده بود، کلبه اینام توی ناکجا آباده و یه نفرم اونجوری به طور وحشیانه داره به در میکوبه. یکی از اونا با عجله میره، اولین کاری که میکنه با پلیسا تماس میگیره، در حالی که اون یکی زن میره به سمت پنجره تا یه مقدار پرده رو بکشه کنار ببینه که بیرون چه خبره، ولی اینقدر تاریک بوده اصلا نمیتونسته ببینه بیرون چه اتفاقی داره میفته یا کی پشت دره، که همون لحظه دوباره در خونشون به شدت ضربه میخوره. پس یعنی که هنوز یه نفر اون بیرونه و محکم داره به در میکوبه. چفت در رو میندازه و آروم در رو باز میکنه و علای همون شیار در چیزی رو به چشمش میبینه که وحشت ورش میداره. یه مردی وسط چارچوب درش وایستاده بود که سر تا پا قرمز بود. کل بدن اون مرد رو خون گرفته بود و دستش روی گردنش بود و از لابلای انگشتاش هم یه چیزی که قرمز رنگه و اسمشو نمیخوام بیارم همینطور داشت از دستش میزد بیرون و انگار که با ریتم قلب اون مرد همینجور داره پمپاژ میکنه. اون مرد در حد مرگ خونریزی داشت. اون زنی که درو باز کرده بود به محض اینکه این صحنه رو میبینه به اون یکی زن میگه که سری باش به پلیسا زنگ بزن، الان میمیره، سری به پلیس خبر بده. این مردم همینجور اونجا وایستاده بود، دستش رو گردنش، فقط هم چیزی که میتونست به اینو بگه این بود که به من کمک کنی و اسم نهر دلگیر رو آورد و یک دفعه افتاد از بس که ازش خون رفته بود. اون زنی که در رو باز کرده بود اینقدر شوکه شده بود، با اینکه اون افتاد زمین همینجور سر جاش وایستاده بود و هیچ کاری نمیتونست بکنه و همون لحظه اتفاقی سرش رو میاره بالا و به دور و برش نگاه میکنه و یا احساس میکنه یک مقدار دورتر یه جیپی با چراغای روشن اونجا پارک شده، که همون لحظه بود که دیگه پزشکا و پلیسا همه میریزن و اون مردو با خودشون داخل آمبولانس میذارن و با یه سری از پلیسا راهی میشن. افسرهای پلیس چون هم صدا رو شنیده بودن که از سمت اون نهر دلگیر میومد و اون کلمه‌ای که اون مرد قبل اینکه بیفته رو زمین به اون زن گفته بود از خانم شنیده بودن، به همون سمت نهر دلگیر حرکت میکنن. اما یک سریشون با آمبولانس راهی میشن و یک سریشون هم کلا فقط پلیسا و افسرا میرن به سمت اون نهر که ببینن چه اتفاقی افتاده. پلیس در حال حرکت توی این پیچ و خمای کوهستانی بود که یک کامیونی رو جلوتر توی جاده میبینه، اما این کامیون با سرعت خیلی زیادی داشت به سمت خود این افسرهای پلیس و ماشینای پلیس میومده. کامیون سعی کرد با سرعت زیاد از کنار ماشینای پلیس رد بشه و همونجا کامیون متوقف بشه، نمیتونه رد بشه، اما به محض اینکه متوقف میشه دوباره پاشو میذاره روی گاز و یکی از این ماشینای پلیس رو منحرف بکنه و سعی میکنه یکی از ماشینای پلیس رو واژگون کنه و اون ماشین هی غلط میزده تا اینکه دوباره یک دفعه سر جای خودش وای میسته. افسر پلیسی که کلا منحرف شده بودن و اونجا ایستاده بودن داشتن به این صحنه نگاه میکردن و نمیتونستن بفهمن راننده این کامیون وقتی که متوقف شد چرا دوباره شروع کرد به گاز دادن. راننده کامیون اون لحظه نه تنها گاز میداد که اینا رو منحرف کنه، بلکه همزمان داشت شلیک میکرد. آخه چرا شلیک میکرد؟ این کی بوده؟ حتی پلیسا فکر کردن که این ماشین اصلا سرنشین نداره و ماشین رو همینجور رو گاز گذاشته و داره به سمت اینا میاد. پلیسا و افسرا با تفنگشون نزدیک کامیون میشن و متوجه میشن که فقط تنها سرنشین این کامیون همین راننده است، که چکش میکنن و میبینن که گویا هنوز زنده است و نفس میکشه. به هر حال پلیس اون ماشین رو دستگیر میکنه و اون کسی که داخل کامیون بوده رو بیرون میکشن و با آمبولانس تماس میگیرن و زمانی که این مردو از ماشین میکشن بیرون که با آمبولانس ببرن، یه افسر پلیس هم با خود آمبولانس میفرستن، چون کلا پلیسا به این مرد مشکوک شده بودن. چون اگه یادتون باشه بهتون گفتم چه اتفاقاتی افتاد. پلیسا یه خبری رو میشنون، یه مردی رو میبینن جلوی در یه خونه 2 تا زن که اومده اونجا و کلی سر و وضعش خونیه. از یه طرفم توی اون دریاچه نهر دلگیر خبرایی شده، اینا داشتن اون سمت میرفتن بالا، بعد یه دفعه یه ماشین کامیون میاد به سمت اینا که میخواسته اینا رو منحرف کنه و همه اینا رو یه جورایی گیج شده بودن وقتی کنار هم میذاشتن. به این دلیل مشکوک بودن به همه چی و هیچ ارتباط واضحی و پلیسا اون لحظه نمیتونن وقتی این مسائل کنار هم میذارن پیدا کنن. افسر پلیسی که زخمی شده بود و این مردی که زخمی شده بود و با یه افسر پلیس سالم که بخواد اون آمبولانس رو اسکورت بکنه میفرستن میره. یه نیم ساعتی طول میکشه
بعد این نیم ساعت یک سری از پلیسا که حالشون بهتر بوده دوباره سوار ماشیناشون میشن و به سمت همون نهر تاریک حرکت میکنن تا برن ببینن اونجا چه اتفاقی افتاده. به محض اینکه پلیسا به نهر دلگیر میرسن همشون پخش میشن تا بتونن سر نخی رو پیدا کنن. و اما پلیس خیلی سریع میتونه یه سری چیزا رو ببینه و پیدا کنه. اسم اون منطقه‌ای که پلیس بهش رسیده بود و داشت جستجو میکرد دیسمال کریک بود. اونا یک کمپی رو پیدا کرده بودن، اما این کمپ نه مال ریکی بود و نه مال اسکات و شان بود. این کمپ به هیچ کدوم اینا متعلق نبود. اصلا کلا یک کمپ مجزا بود و به نظر میرسید که مدت خیلی طولانی تری هستش که این کمپ اونجا وجود داره و داشته. وقتی یه مقدار به کمپ نگاه میکنن و بیشتر توجه میکنن احساس میکنن که یه به هم ریختگی خاصی تو این کمپ وجود داره که انگار یه آدم روانی اونجا وجود داشته یا زندگی میکرده. انگار آدمی که اونجا بوده و کمپو زده بوده کلا از نظر ذهنی نرمال نبوده. حالا چرا دلیلش رو بهتون میگم. چون یک سری ناپایداری هایی رو اونجا پیدا کرده بودن و براشون جای سوال و تعجب داشت. اولش یک کمپ ساده به نظر می رسید، اما وقتی وسایل و چیزایی که داخل کمپ و چادر پیدا کردن با خودشون گفتن امکان داره آدمی که اینجا بوده اصلا نرمال نبوده باشه. به محض اینکه پلیس پرده این چادر رو میزنه بالا با یه صحنه از 30 تا چاقو که اونجا آویزون شده بوده و کنار هم چیده شده بوده روبرو میشه. 30 تا چاقو به همراه یک اسنکر پلیس پیدا کردن. اسنکر اساساً یک رادیویی که صدای پلیسا رو میشه تو اون ردیابی کرد و شنید. البته مثلا پلیسای همون منطقه رو. و انگار اون کسی که این اسنکر رو داشته میخواسته بدونه که پلیسا معمولا تو چه مناطقی هستن، الان کجا هستن و چه اتفاقاتی داره میفته. و حتی اون اطراف غیر از این چاقو و اسنکر یک سری لباس بزرگسال، میانسال، دخترونه، پسرونه و حتی بچگونه و حتی لباس زیر زنونه هم اونجا افتاده بود. کلا همه این لباسا پخش و پلا بود با یه سری عینک و یک سری نقشه‌ای که مسیر آپالاچی رو اونجا نشون میداد. 4 تا نقشه آپالاچی اونجا بود. نقشه‌ای رو که توی چادر پیدا میکنن وقتی بازش میکنن متوجه میشن از بالا تا پایین آپالاچی رو یک سری علامت گذاشته شده و دورش رو دایره کشیده بوده. اما هیچ چیزی کنار این دایره و علامت‌ها نوشته نشده بود که اینا بفهمن اصلا به چه دلیلی دور اینا این مناطق خط کشیده شده. و بعد اینکه یه مقدار بیشتر این ور میگردن یک چیزی رو داخل چادر میبینن. یه رادیو بوده که داخلش یه نوار کاست بوده. یکی از این افسرهای پلیس وقتی که اونو پلی میکنه یک دفعه با یه صدای عجیب غریب وحشتناک و دلخراشی روبرو میشه. کلا صدایی که از نوار کاست پخش میشه انگار یه نوای شیطانی بوده. یه مقدار که بیشتر میگردن یه تکه کاغذی رو داخل چادر پیدا میکنن. تکه کاغذ یه تکه از شناسنامه بوده که اسم اون کاملا مشخص بوده. برگه اول شناسنامه و اسمی رو میخونن که تمام پلیسای اون منطقه و تمام اهالی اون منطقه که اونجا زندگی میکنن کاملا با این اسم آشنایی دارن. و حالا با دیدن این اسم همه اون چیزایی رو که پلیسا دیده بودن وقتی کنار هم قرار میدن کاملا میتونن حدس بزنن که چه اتفاقی افتاده و اینا چه ارتباطی میتونن با هم داشته باشن. الان برمیگردیم به اون قسمتی که ریکی داشته با سگش توی جنگل به سمت کمپ خودش میرفته. یه 10 فوتی دور شده بود از کمپ اسکات و شان که یک دفعه یه صدای مهیبی از یه جایی میاد و اینا تعجب میکنن. ریکی میترسه و برمیگرده به سمت کمپ اسکات و شان. به محض اینکه ریکی به کمپ شان و اسکات میرسه یک دفعه اینا به هم دیگه نگاهشون تو نگاه میفته و به هم خیره میشن و شوکه شده اونجا وایستاده بودن. به 30 ثانیه نمیرسه که یک دفعه شان دستاش اینجوری میاره بالا و به صورتش دست میزنه و وقتی دستش رو نگاه میکنه متوجه میشه دستش تماما پر خونه و دلیلش هم این بوده که به صورت شان شلیک شده بوده و کسی که به شان شلیک کرده بود کسی نبود جز ریکی. و تو اون لحظه شان اسکات در اوج ناباوری به همدیگه خیره شدن و ریکی هم همچنان داشت به سمت اونا تو اون لحظه میدویده و فقط شروع به تیراندازی میکرده. همینطور میدویده به سمت اسکات و شان و تیراندازی میکرده. شان که این لحظه رو میبینه و به خودش میاد سعی میکنه فرار کنه، اما شان به محض اینکه دید که ریکی داره به سمت اون حرکت میکنه و میدو شلیک میکنه سعی کرد که از جاش حرکت کنه و فرار کنه، اما نتونست. به
محض اینکه بلند شد چون تیر خورده بود تعادلش رو از دست داد و افتاد روی زمین. اما اسکات که هنوز تو اون لحظه هیچ اتفاقی براش نیفتاده بود بلند میشه و شروع به فرار کردن میکنه. اما ریکی وقتی میبینه اسکات داره فرار میکنه یک لحظه متوقف میشه و روش تمرکز میکنه و شلیک میکنه که همین گلوله مستقیم میره میخوره به گردن اسکات. فکر کنم که تا به اینجا متوجه شدید که چه اتفاقی افتاده. اما اسکات با وجود اون زخم وحشتناکش همچنان به راه خودش ادامه میده. ریکی هم پشت سر اسکات میدوه و شروع به شلیک میکنه و بعد متوجه میشه وقتی وارد جنگل میشه متوجه میشه اسکاتو گم کرده تو جنگل و بعد ریکی برمیگرده به سمت شان که روی زمین افتاده بوده و اسلحه‌شو برمیداره و به سمت سینه شان نشونه میگیره و شلیک میکنه. اما جالب اینجاست به طور شگفت انگیز و معجزه آسایی شان که بیهوش شده بوده یک دفعه با شلیک اون گوله به سینه‌اش که برخورد میکنه یک دفعه به هوش میاد. انگار که یه شوک میخواسته، انگار یه جورای آدرنالین توی بدن شان به حداکثر خودش رسیده بود. بعد از اصابت اون تیر به سینه شان از زمین بلند میشه و روبروی ریکی قرار میگیره و ریکی هم که اون لحظه براش خیلی جای تعجب و شوک برانگیز بوده همونجور وای میسته و شانم میچرخه به سمت جیپش فرار میکنه و ریکی هم پشت سر شان تون شلیک میکنه. اما شان تمام تلاششو میکنه و با بالاترین سرعتش سوار ماشین جیپش میشه و از اون محل دور میشه و وارد جاده میفته. به محض اینکه وارد جاده میفته یک دفعه اسکاتو میبینه که از داخل جنگل داره فرار میکنه و به سمت جاده میاد. یک دفعه هی ماشین رو این ور اون ور میکنه چون زخمی بوده و تعادل نداشته و سعی میکنه ماشین رو نگه داره. بالاخره ماشین رو نگه میداره و اسکات هم میپره جلو سوار ماشین میشه و میرم به سمت همون کلبه اون دوتا زن. میرسیم به اون قسمت کلبه که اون دوتا زن بودن. وقتی در باز میکنه وقتی که اون مرد زخمی جلوی اون خانم میفته رو زمین و خانم سرشو میاره بالا و یه ماشین رو اون دورتر میبینه که چراغش روشنه، در اصل این جیپی بوده که شان داخلش نشسته بوده به عنوان راننده و انقدر حالش بد بوده و انقدر خون از دست داده بوده که حتی توانایی پیاده شدن از ماشین رو هم نداشته. که همونجا پلیسا و آمبولانس میرسن و بعد اینکه اسکات از جلوی در خونه اون خانوما برمیدارن متوجه اون ماشین میشن و میرن نزدیک و متوجه میشن که شانم اونجا هست و زخمیه و همه رو کلا چه ماشین جیپ و اون شان و اسکات همه رو با هم میبرن. در اصل شان و اسکات رو با آمبولانس به یه محوطه‌ای میبرن و اونجا هلیکوپتر بوده و با هلیکوپتر اونا رو به بیمارستان راهی میکنن. حالا میرسیم به اسم اون شناسنامه. اسمی که داخل اون شناسنامه بود اسمش رندال لی اسمیت بود. همون اسمی که اگه یادتون باشه اول پرونده گفتم یک قاتلی بوده به این اسم و چند تا کوهنورد رو اونجا با ضربه چاقو و شلیک گلوله کشته بوده و اون مردی که داخل کامیون میخواسته اینا رو منحرف کنه کسی نبوده جز ریکی که اسمش در اصل ریکی نبوده، اسمش همون رندال لی اسمیت بوده که قبلا در سال 1981 به دلیل این قتل‌ها دستگیر شده بوده. لی اسمیت در سال 1981 محکوم میشه و دستگیر میشه، اما 15 سال بعد در سال 1996 به دلیل رفتار خوبش آزاد میشه و بعد اون 10 سال با مادرش زندگی میکنه توی خونه که توی اون مدت دستبند الکترونیکی به دستش بوده که نمیتونسته هر جایی بره. یه حالت زندانی خانگی بوده. اما در سال 2008 دستبند الکترونیکی رو از دست اون جدا میکنن. با اینکه بعد اینکه این دستبند رو ازش جدا میکنن رندال بازم سعی میکنه که با مادرش تو همون خونه زندگی کنه، بازم تلاشش رو میکنه، اما شرایط انقدر براش بد میشه و پول کافی نداشته و شرایطش اصلا خیلی خوب و جالب نبوده با مادرش و پولی هم نداشته. در نهایت اینجا میشه که تمام وسایل ضروری خودش رو جمع میکنه، سگشو بر میداره و از خونه میره یک کمپی میزنه داخل آپالاچی، دقیقاً در 6 می 2008، زمانی که شان و اسکات توی جنگل کمپ زده بودن. هیچ کس متوجه نمیشه و دلیل اینو نمیفهمن که چرا اون روز رندال اسمیت به این دوتا کوهنورد اونجا تو جنگل شلیک میکنه و میخواد اونا رو بکشه. اصلا دلیلش هیچ وقت مشخص نشد. تنها چیزی که از رندال اسمیت
اسمیت میدونستن این بوده که حالت روانی درست حسابی نداره و مشکل روانی داره و چیزی که فهمیدن این بوده که به احتمال زیاد رندال آپالاچی رو یک مکان مقدس و مناسب میدونسته برای خودش، چون اصلا اون روز اسکات و شان هیچ اقدام خیلی وحشیانه و بدی در مقابل رندال نداشتن و هیچ بی احترامی اونجا بهش نکرده بودن و هیچ دلیلی نداشته که این یه دفعه بلنشه به اونا شلیک کنه اونا رو بکشه. اما به طور عجیبی شان و اسکات از این حمله جان سالم به در میبرن. اونا میگن که وقتی رندال رو دیدن فقط فکر کردن که اون یک آدم الکلیه که خونه‌ای نداره و فقط تو جنگل در آپالاچی زندگی میکنه. اونا ریکی رو هیچ وقت اون لحظه به خاطر ظاهرش قضاوت نکردن و اونا اون لحظه با دیدن سر و وضع رندال خواستن بهش یه غذایی بدن، یه کمکی بکنن و چون رندال رو یه مرد پیر و ضعیف دیدن و واقعا هم همینطور بود، رندال خیلی ضعیف جسته بوده. به خاطر سن بالاش و ضعیف بودن جسمش اسکات و شان هیچ وقت در موردش فکر بد نکردن و هیچ وقت نسبت بهش حس ترس پیدا نکردن و هیچ وقت تهدید برای اینا به حساب نیومد. و اون اردوگاه و کمپین عجیب غریب هم دقیقاً مورد رندال بوده که گویا اونجا یه مراسم شیطانی رو اجرا می‌کرده. اون نواری هم که داخل اون نوار کاست بوده یه چیزای عجیب غریب وحشتناک، دعاهای عجیب غریب بوده پخش می‌کرده، میذاشه گوش میداده و هر چی که توی اون نوار کاست میگفته این اون دعاها رو اجرا می‌کرده، اون اعمال رو اجرا می‌کرده و با اون چیزایی که تو نوار بوده مدیتیشن می‌کرده و انگار به قول خودش می‌خواسته با این حرکات و با این افکار و با این کارا یه جورایی خودشو با مادر طبیعت همگام کنه و یه جوری احترام گذاشتن میدونسته این رفتارشو نسبت به طبیعت. و لباسایی که داخل کمپ پیدا شد مشخص شد که مال یک سری از اون مقتولایی بوده که اونجا کشته شدن. اما پلیس وقتی اون وسایل رو جمع کرد، دی ان آی اونا رو گرفت، هیچ کدوم از اونا دی ان آشون مطابقت نداشت با اون قتلایی که قبلا پیدا کرده بوده، جسدایی که قبلا پیدا کرده بوده. احتمالاً اینا جدیدتر بوده. و بعد این موضوع پلیس به تمام اون مناطقی که روی نقشه علامت گذاشته بود میره و همه چیزو میگرده و هیچی پیدا نمیکنه. پس بنابراین فقط رندال بوده که میتونسته حقیقت رو روشن کنه و جای اجساد رو به اینا اطلاع بده. اما دقیقاً تو این پروسه که 4 روز طول میکشه، تو همین 4 روز به هر حال رندل ضعیف شده بوده، مرد مسنی بوده و توی اون تصادفی هم که داشته با پلیسا خیلی زخمی میشه و اون ضربه‌ای که توی اون تصادف به سرش وارد شده بوده باعث میشه که یه لخته خون توی سرش به وجود بیاد و همون لخته خون جونش رو ازش میگیره. شان هنوز یه گلوله در سر و سینش داره و اسکات هم زخمای بزرگی روی گردن و پشت خودش داره، اما هر دوشون به بهبودی نسبتاً کاملی رسیدن و زنده هستن. فکر میکنم این تنها پرونده‌ای بود که انتهای پرونده 2 تا مقتول زنده میمونن و این جای خوشحالی داره برای من. شما چطور؟ امیدوارم که این پرونده هم مورد قبول شما قرار گرفته باشه. تا پرونده بعدی و ویدیو بعدی، خدا نگهدار.